سلام، وقت شما بخیر. چگونه از چت جی پی تی و یا هوش مصنوعی برای ساختن کاور لتر و سی وی معیاری استفاده بکنید؟ در این ویدیو با ما همراه باشید. دوستا سلام، امید است که جور و صحتمند و سرحال باشین. دوستای عزیز، من مطمئن هستم که شما قبل از این هم حتما ده ها ویدیو را راجع به ساختن یک کاور لتر و سی وی معیاری و پروفشنال دیده باشین و در یوتیوب به هزاران ویدیو در رابطه بر از این موضوع آپلود شده. دوستای عزیز، امروز چیزی که من میخوایم براتون تشریح بکنم، چیزی که من در رابطه به این میخوایم وضاحت بدم، این که کاور لتر یا خلاصه سوانه سی وی یا رزومه معیاری را به کدام موارد مهم و به کدام مشخصات مهم ارتباط دارد. امروز یکی از موارد بسیار زیاد مهم در رابطه به ای که ما چه قسم بتوانیم در کاور لتر یا خلاصه سوانه معیاری خود را با استفاده از چت جی پی تی یا هوش مصنوعی به شکل معیاری و پروفشنال بسازیم. بعضی رابطه ما به چند اپلیکیشن مهم نیاز داریم که در تلفن ما باشه. یک مورد دیگه هم دوستا زیادتان نره که من همه مواردی که بعد از این در این چینل من ویدیو اپلود میکنم از تلفن و از گوشی دستداشتی خود استفاده میکنم، برای اینکه اکثر دوستا شاید گوشی نداشته و کامپیوتر نداشته باشن و از این تلفنی که دست خودشان است باید استفاده از این برن، نه اینکه دنبال کامپیوتر باشن و نفهمن که از تلفن خود کدام موارد ما استفاده کرده میتونیم. خب یکی از موارد بسیار مهمی است بر اپلای کردن برای بستایی که در انجیوهای بین المللی و ملی اعلان میشه و به اعلان گذاشته میشه. ما چه قسم بتوانیم بر از این بستا یک سی وی و کاور لتر معیاری و پروفشنال آماده بسازیم؟ کدام موارد در بر میگیره؟ این دفعه ما چیزی که دوستا ویدیوی بعدی را که ما میسازم در رابطه به چگونگی اپلای کردن یا ثبت نام به بسای مؤسسات داخلی و خارجی است که ما از سایت اکبر و job.af و سایت های دیگه یا سایت های خود همین مؤسسات چه قسم اپلای بکنیم، کدام موارد در نظر بگیریم. انشالله که ویدیو را از دست نتین و ای که لایک و سابسکرایب هم از یادتان نره، زنگوله را فشار بتین تا ویدیوی بعدی مستقیم نوتیفیکیشن یا اعلان براتان بیایم. عزیز، ببینید که من با استفاده از می گوشی دست داشته و تلفن دست داشته خود چه قسم من میتونم یک خلاصه سوانه بسیار خوب پروفشنال و مسلکی بسازم و با استفاده از کدام تکنولوژی روزی که من امروز در دست دارم و در جهان است و اکثر کارجویان و مردم در تمام موارد رسمی از او استفاده میکنه و یک مشاور بسیار خوب و فوق العاده برای شما هست، از او باید استفاده بکنیم که عبارت از چت جی پی تی یا هوش مصنوعی است. خب دوستای عزیز، از صفر براتون شروع میکنم که ما چه قسم میریم روی یک بست چه قسم سرچ میکنیم یا امو بستا را باید ببینیم، در کدام سایت باید بستا را ببینیم و بعد از او از کدام اپلیکیشن ها استفاده بکنیم که یعنی کاور لتر ما را باید آماده بکنیم. خب پر حرفی نمیکنیم، چند اپلیکیشنی که بسیار برای ما و شما مهم است دیگه. یک اپلیکیشن چت جی پی تی است که ما اینجا باید به خود داشته باشیم، میتونید از پلی استور دانلود بکنین. و دوم کروم است که حتما همه موبایل هایتان داره دیگه. سوم WPS آفیس است و این هم بسیار زیاد مهم است که در روی از این ما باید ادیت بکنیم. چهارم چیزی که از ورد تو پی دی اف کانورتر است که ما وقتی که ما از دیگه به حیث یک ورد یک سی وی خودم ما ادیت میکنم، بعد از اون ما را باید در ورد از ورد به پی دی اف تبدیل کنیم، چون باید به شکل پی دی اف باید بفرستیم. خود بحث اول ما میریم روی از این که چه قسم ما سرچ میکنیم، میریم در کروم. خب در کروم وقتی رفتیم من اینجا تیار سرچ کرده بودم، ولی من از سر براتون یک سرچ میکنم. مثلا اینجا نوشته میکنیم اکبر، مثلا اکبر جابز اینجا آمد، درست است. وقتی که این سرچ میکنی اکبر جابز در گوگل شما دیگه برام اکبر جاب لیست، در دومش مین اکبر جاب لیست کلیک میکنید رویش.
دوستان عزیز، شما کوشش بکنید که همراه سایت اکبر حتما برای خود اکانت بسازین، اکانت داشته باشین، براتون بهتر میشه. در این قسمت ساین اپ شما بیاین، اکثر وقتی که راحت براتون اکانت جور میشه، ساین اپ که آمدین از جاب سیکرز براش معلومات خود ارائه بکنین، یک فرم مشخص است، ان شاء الله تمام معلومات اینجا درج میکنین. بعد دوستان دیدین که بر ما وظایف تمامش رونمایی شد و خیلی راحت من میتونم از اینجا زوم این کنم و ببین، زوم اوت کنم و زوم این کنم و وظایف خود را ببینم. ببینین در این بخشی که ما میبینیم در اینجا مثلا پوزیشن یا تایتلش نوشته است، در اینجا ارگانایزیشن نام ارگانایزیشن است و در اینجا هم لوکیشنش است. دوستان عزیز ببینین، من مثلا یک بحث انتخاب میکنم باعث یک بحثی که نسبتا مناسب باشه، یک بحثی که من برای خود انتخاب میکنم. شما میتونید نظر برشته خودمون بحث انتخاب بکنین. مثلا ببینید واش آفیسر، اینی بحث من انتخاب میکنم که واش آفیسر در کدام چیز از سیو د چیلدرن درست است. دیگه می تایتل ما چی است؟ تایتل آف جاب یعنی پوزیشن تایتل ما چی است؟ واش آفیسر است. وقتی که این واش آفیسر ما فهمیدیم، مثلا اینجا آمدیم تمام مواردش معلوم است که چقدر تجربه کاری کار داره. مثلا اینجا 3 سال تجربه کاری گفته و 2 سال برای کسایی که یک مقدار درجه تحصیلشان بالا هست و دیگه هم یک بست است. در کل پایان که میرین در جاب دیسکریپشنش میبینید که چقدر دیگه موارد ذکر کرده که این چیزها را باید شما یاد داشته باشین. حتی مثلا 12 شکر بخوانیم organize a high promotion session by engaging children through the WASH related information education and communication. خب دوستای عزیز، ما تایتل فهمیدیم که چی است؟ واش آفیسر است، درست است و به امی رشته است. مثلا در این بخش ما درس خواندیم، در این بخش ما تجربه دارم، واش آفیسر شد. دوستا پس میریم روی اسکرین تلفن خود. در اینجا ما چیزی که بسیار زیاد مهم است در چت جی پی تی میرم، در این اپلیکیشن ما میرم. ببینید در چت جی پی تی وقتی ما داخل شدم، در اینجا ما باید چی قسم کنم، کدام موارد باید ذکر بکنم که بر ما یک کاور لتر معیاری بسازه. اینجا بر از من نوشته میکنم که write me a cover letter for the کدام پوزیشن بود. مثلا اونجا که ما دیدیم واش آفیسر، خب پوزیشن واش آفیسر بود. خب اینجا تمام شد دوستا. حالی مثلا ما یک دات میمانم دیگه، پس میم پایان دیگه نوشته میکنم که بعد از این من با چت جی پی تی معلومات خود ارائه میکنم که من کدام رشته فارغ شدم. میگه مثلا معلومات خود ارائه میکنم که I have a bachelor degree in کدام فاکولته، مثلا water resources and environmental engineering faculty from کدام جای، from Kabul Polytechnic University. این ما تمام کردم. یعنی تا بخش تحصیل دوستایی که ضرور نیست که شما مکتب یادداری بکنین، چون این که بخش تخصصی به شما باید ارائه شود که یعنی کدام بخش شما تخصص دارین. مکتب چون لازم نیست دیگه، او را در قسمت سی وی باید ذکر میکنین. در کاور لتر مکتب و این چیزا لازم نیست. دوستا در بخش دومش ما نوشته میکنیم که ما کدام تجربه کاری را داریم. مثلا I have work experience in مثلا work experience در کدام ارگانایزیشن است. مثلا یک ارگانایزیشن ما نوشته میکنم که مثلا NRC خب در NRC ما یک work experience دارم باعث چی؟ باعث واش انجینیر، درست است؟ واش یا هایجین پروموتر، درست است؟ هایجین یا سوشیال ارگانایزر. وی خیلی راحت سوشیال ورکر، وی سوشیال ورکر. خب بعد دا NRC ما باعث چی؟ باعث سوشیال ورکر تجربه کاری دارم. این ربط میگیره به ازی که شما کدام تجربه کاری که شما خودتون دارین یا ذکر بکنین. خب more than 1 year I have work experience in NRC as a social ببخشید اینجا کم اشتباه شد. NRC باید نوشته بکنیم as a، یعنی به عنوان سوشیال ورکر ما بیشتر از 1 سال در تجربه کاری ما در NRC است. در بخش دوم از این تجربه کاری دومتون نوشته میکنیم. مثلا then خب برای از این ما تشریح میکنیم که ما در کجا then I joined to the
مثلا افغان دیولپمنت اسوسییشن از مثلا نوشته میکنیم هایجن، درست است، پروموتر. دیگه نوشته میکنیم مثلا خیلی با یک انگلیسی ساده شما نوشته میکنیم، مهم نیست که در این انگلیسی خیلی فوق العاده کار بگیرین. خوبی چت جی پی تی دمی است که خیلی راحت شما میتونین که از انگلیسی بسیار ساده، اگه شکل پروفشنال هم نباشه، خیلی راحت میتونین با می انگلیسی ساده تون ما مقصد بگیره و برای شما به شکل پروفشنال سی وی آماده میکنه. then I join to the مثلا نوشته میکنیم که دانش رفیوجی کنسل، درست است، دانش رفیوجی کنسل از چی؟ از واش انجینیر، درست است، از واش انجینیر دانش. ببین سه وظیفه عمده مرا ما اینجا نوشته کردم خیلی راحت. ولی قسمت ما تکمیل کردم دیگه. ببینیم من برای شما قبلا گفته بودم که یک کاور لیتر از چند بخش تشکیل شده. اول از اینکه از بخش معرفی خود ما که از کدام انترودکشن است که ما در انترودکشن کدام کارا از کدام پندول فارغ شدیم و از کدام فاکولته فارغ شدیم موارد، و بخش دومی است بخش اکسپریانس و چیزای ماست که ما کدام کارا را انجام دادیم، در کدام کارا مهارت داریم. و در بخش سومی است که خوش ما میتونیم که بعض اسکیلای خودم در ذکر بکنیم که من این اسکیل دارم و این مهارت ها را دارم، او را براتون یادآوری میکنم، مشکلی نیست. مثلا میتونید شما بنویسین که من اگر در بخش خودتان باشه، مثلا بعضیا به پوزیشن های طبی اپلای میکنن، بعضیا به پوزیشن های به بخش اکاونتینگ اپلای میکنه، بخش فایننس اپلای میکنه، او بخشش فرق میکنه. هر کسی که از خود اسکیل مهارت داره میتونه ذکر بکنه. ولی من اینجا ذکر نمی کنم فعلا که کدام مهارت های دیگر دارم، چون اکثر مهارت ها ما در چیز نوشته میکنیم در پایان در سی وی. و در اینجا زیاد که چیز مهم است که تجربه کاری ما هست و کسایی که اول میبینم اول تجربه کاری ما نمیبینه که ما در می بخش آیا تجربه کاری دارین. اصلا شما اگر در جاب ریکوایرمنت برین برای این چیزی که ذکر میشه میگه حداقل شما باید 3 سال یا 2 سال تجربه کاری داشته باشین. وقتی که مامور استخدام و مو هایرینگ منیجر هم که اول میبینه، اول هم تجربه کاری شما رو میبینه. خب این ما تکمیل ساختم. و دیگه موتیویشن و بخش سیوم موتیویشن یا انتوزیازم که ما باید نشان بدم در کاور خود که من چقدر علاقه‌مندی به اپلای کردن به ایباس دارم و ایباس رو بخوام پیش ببرم. و می اساس او را تمام شب ما چت جی پی تی آسانی می است، خوبی هم چت جی پی تی می است که به شکل پروفشنال برام ببینید حالا چه قسم بر ما آماده ساخته. ببینین از بخش اول از که یوزر نیم و یوزر ادرس و سیتی زیپ کد ایمیل ادرس و فون نمبر تمام چیزا رو به ما ذکر کرده. مثلا اگه ما اینجا بیایم چقدر خوبش نوشته کرده یه برای ما به شکل پروفشنال ولی انترودکشن ما هست. مثلا I'm writing to express my interest in the wash officer position and ببینید organization نیم با شما چی میکنین؟ نام ارگانیزیشن نوشته میکنین. As advertised with a bachelor degree in water resources and environmental engineering faculty from Kabul Polytechnic University. درست است؟ چیزی است که اینجا بسیار واضح نوشته شده. در بخش دومش ببینید در بخش وظیفه نوشته کرده چیزی که تجربه کاری داشتین را شما میتونید. به خاطر از اینکه من زود از اینجا تیر میشم که شما خودتون باز تجربه میکنین و ویدیو بسیار بزرگ نشه که باز خستگی شما نشه. تمام وظایفی که من از یک جا به subsequently I took on the role of wash engineer. ببینید من در قسمت اولی که من براشون نوشته کرده بودم معلوماته که من خیلی با یک انگلیسی ساده نوشته کردم. I joined to the front organization یعنی ارگانیزیشن و از کدام پوزیشنی که براش گفته بودم. اینجا ببینید چقدر با یک گرامر فوق العاده با یک شکل پروفشنال و معیاری نوشته کرده که همه موارد در نظر گرفته. خب این تکمیل شد دوستان. ما این را از اینجا ببینید سرش رویش کلیک میکنیم و اینجا قسمت کپی است کپی میکنیم. این را کپی کردیم پس برگشت میخوریم به WPS. دوستای عزیز وقتی که ما از چت جی پی تی همون کاور لیتر که بر ما آماده ساخته او را کپی گرفتیم، دوباره میریم در WPS آفیس میریم در اینجا داخل میشیم. دوستای عزیز اینجا ما یک سی وی
تیار آماده را دارم، یعنی قبل آماده شده بود. شما هم حتما فرمت های سی وی را دارین. اگر فرمت های سی وی را ندارین، ما در اینجا یک آدرس دیگه براتون میتونم، مثلا در این قسمتش مثبت، علامه مثبت که شما کلیک بکنین در اینجا مثلا یه داکومنت چت می WPS که است، خوبیش دمی است که مثلا شما میتونین به خیلی از موارد کلا پکیج آفیس در اینجا است، اکسل است، پاورپوینت است، بخش وورد است و همه موارد در اینجا است. خب وقتی در وردش داخل میشیم ما در اینجا دوستان عزیز، شما خیلی راحت میتونید بعضی از فرمت های سی وی را هم پیدا بکنید. ببینید در اینجا نوشته است رزومه، درست است. در مور از کلیک میکنین، ببینید چقدر یک فرمت های خوب و معقول است که شما اینترنت داشته باشین خیلی راحت میتونید از این فرمت ها استفاده بکنید. در صورتی شما میتونید از این فرمت ها استفاده بکنید که شما در اینجا ساین این کرده باشین، یعنی در خود WPS یک اکاونت برای خود ساخته باشین و ایمیلتون باید راجستر کرده باشین. بعد از این ما میریم در مو قسمت در مو سی وی میریم، مو کاور لتر را اینجا اد میکنیم. ببینید اینجا یک سی وی هست، اینجا تیار یک کاور لتر مکمل نوشته شده. دوستان عزیز، هر بستی که ما شما میخوایم اپلای بکنیم، ببینید کاور لترش متفاوت میباشه. این ما شما باید متفاوت جور بکنیم، به خاطر از اینکه یک کاور لتر متفاوت نباشه دیگه همه موارد برای یکی خوبش نمیاد. دوستان عزیز، من فعلا نمیخوام در این صفحه ادیت بکنم. اگر ادیت هم بکنم خیلی راحت شما میتونید که از این قسمت بالا که ادیت نوشته هست در این ادیت انتخاب بکنین و بالاخره این متن کاپی سلکت بکنین، کاپی بکنین، پاک بکنین و بعد از اون متن دیگر که از شما از چت جی پی تی کاپی کردین یا پیست بکنین. خب ما میریم در یکی از صفحات خالی اون رو براتون پیست میکنم. بعضی موارد دیگه هم هست که اون رو براتون بگویم، چون موارد اکثرا مهم است که ذکر شوه. خب حالی معمول البته کاور لتر که ما آماده کرده بودم اینجا ما پیست میکنم دوباره. دوستان من کاور لتر رو دیگه پیست کردم. البته یکی دو صفحه را گرفت به خاطر از اینکه یک مقدار فاصله داره. شما تنظیمات از این را جور میکنین و فاصله هایشان کلا گم میکنین. دوستان یک مورد شما فکرتان باشه که قسمت یور نیم باید باشه، مثلا یور ادرس باید باشه، سیتی و زیپ کد و این چیزا زیاد مهم نیسته، چون آدرس عمومی تان می باشه. زیاد صفحه را شلوغ نکنین، سر صفحه زیاد بیریبان، فون نمبر باید باشه، ایمیل ادرس باید باشه. دیتا هم قدر زیاد مهم نیست، درست است. باز شما میتونید که تنظیمات از این را از ورد جا بکنین، نمیخواین که ویدیو زیاد بزرگ شه از خاطر. دیگه کمپانی نیم بسیار زیاد مهم است، زیپ کد و استیت کمپانی چیزا مهم نیست، استیتش مهم است. باز دوجا شما میتونید که نوشته بکنین به جای کمپانی چیز سیتی نوشته میکنین که جاب لوکیشن. خب جاب لوکیشن بازم ولایت در پیش رویش نوشته میکنین، بازیگه شکل نوشته میکنین، چیز نوشته بکنین. البته این قسمتش اینی را ما پاک میکنیم، هایرینگ منیجر، چون از اون چیز دیگه کاپی شده بود تیار ما پایان داریم. دیگه شما باید جاب لوکیشن که وقتا نوشته کردین میتونین که بازی پوزیشن تایتل هم نوشته کنین. حالا پوزیشن تایتل نوشته میشه بعد از جاب لوکیشن. کمپانی آدرس کوشش بکنین که در کمپانی آدرس نوشته نکنین. کمپانی نیم وقتی نوشته شد درست است، صادراتش مهم نیست. دیگه جاب لوکیشن نوشته میشه، بعد از جاب لوکیشن پوزیشن نوشته میشه، یا پوزیشن اول نوشته بکنید، جاب لوکیشن دوم فرق نمیکنه. بعد از این ویکنسی نمبر، ویکنسی نمبر اکثرا در اونجا هستن. ویکنسی نمبر سطحش از شما باید ذکر بکنید. اینی معلومات را شما اجازه ذکر میکنین. اگر میخواید که سفر را جای زیادی نگیره، باز شما میتونید که یور نیم و یور ادرس، ایمیل ادرس تونه، فون نمبرتون در اون طرف صفحه بنویسین، درست است. و دیگه این قسمت بالا میاریم تا جا به جا شود، درست. خب شما میتونید تنظیماتش دیگه هم درست بکنید. هدف ما از آماده کردن یک کاور لتر ای بود که شما یاد بگیرید که چه قسم یک کاور لتر پروفشنال و متنش دقیق آماده میکنین. یکی در صفحه چون چه قسم جا به جا میکنین، شما حتما
سی وی های آماده دارین برای خود، رزومه و کاور لتر دارین، شما میتونید که دو کاور لتر را برای خود همش فیل بکنین، یعنی جابجاش بکنین. دیگه دوستای عزیز، اینی بود موضوع ساختن یک کاور لتر، متن یک کاور لتر مناسب، یک کاور لتر پروفشنال. این متنان شما بگیرین دمو تمپلیت های کاور لتر هایی که خودتان دارین، خودتان که وقت آماده ساختین ولی متنایشون درست نیست، این اینجا جابجا بکنین. هر کاور لتر مطابق به پوزیشن باید آماده بشه. باز هم تکرار میکنه، پوزیشن بسیار زیاد مهم است که شما راجع به پوزیشن دو بحث بکنیم و چت جی پی تی هم یک همکار بسیار خوب است برای شما که در رابطه با پوزیشن برای شما معلومات بده. دیگه سلامت و سرحال باشین. ویدیو بعدی انشالله درباره ازی است که چه قسم یک سی وی، یک تمپلیت فوق العاده یوروپاس براتون آماده میسازم که چه قسم شما بتونید بس سی وی یوروپاس آماده، بهترین سی وی یوروپاس است و خیلی راحت است. انشالله من باهاتون همکاری میکنم. یک ویدیو در رابطه بر از او و یک ویدیو رابطه بر ازی که چه قسم از سایت اکبر و جا پی اف اپلای بکنیم به شکل پروفشنال. وقت خوش، خدا نگهدار.